اوه، سلام، احوال دلت چطوره؟ به کانال خودت خوش اومدی. امروز قراره یه سری بزنیم به بخش شمالی کشورمون، استان گیلان. یه غذای سنتی خیلی خوشمزه و قدیمی. مالواویچ قدیم از گوشت شکار درست میکردن. اسمشو فهمیدی دیگه، مالواویچ گیلانی. این غذا طعم خیلی خوشمزه داره، ترکیبی از 3 تا رب درست میشه که یه طعم فوق‌العاده خوشمزه میده. در کنار غذای امروز میخوایم یه پیاله بزرگ هم پیاز پرورده درست کنیم. درست شنیدی، زیتون پرورده نه، پیاز پرورده. کسایی که عاشق پیاز خام نیستن عاشق این پیاز پرورده میشن. برای شروع من مرغام رو اول قشنگ زعفرون میریزم و حسابی ماساژشون میدم تا زعفرون به خورد همه جای مرغم بره. داخل تابم مقداری کره ریختم، حدود 50 گرم. یه 2 قاشق هم روغن مایع اضافه کردم که کرم توی دمای بالا نسوزه. هیچ وقت کره رو خالی به نقطه جوش نرسونید چون میسوزه. حتما بهش روغنم اضافه کنید. خیلی خوب. اول اینا رو سرخ میکنم داخل کره و زعفرون. یه مقدار نمک بهش میپاشم. خب من مرغا منتقل میکنم داخل تابه که توش کره گذاشتم تا نم نم شروع کنم به سرخ شدن. دو تا پیاز رو رنده درشت کنید. تا حد فاصله که مرغم داره سرخ میشه من پیازها رو رنده میکنم. اوه، همیشه میگم موقع رنده کردن دقت کنید دیگه. شانس آدم خیلی نبود، خوب نیومد. نه، چند حبه هم سیر احتیاج داریم. من از 6 حبه کوچیک و باریک استفاده میکنم. خب مرغام که سرخ شد روشون از داخل تابه جداشو میکنم. فقط میخوایم انقدر این مرغ سرخ بشه که وقتی توی دما داره میپزه از همدیگه وا نره. نمیخوایم با سرخ کردن بپزیمش. حالا داخل همین تابه پیاز اضافه میکنم. شمالیای عزیز سیر رو هم باش رنده میکنم، اما من ترجیح میدم سیر رو درسته توش بریزم که اگه کسی نخواست بخوره خود سیر رو نخوره، فقط طعمش در آوردش. پس سیرا رو هم همینجوری اضافه میکنم داخل پیازا. چاشنی اصلی این غذا رب آلوچه، رب انار، رب گوجه فرنگی. من از هر کدوم 1.5 قاشق دارم استفاده میکنم. پس 1.5 قاشق غذاخوری البته ها رب آلوچه، 1.5 قاشق رب انار و 1.5 قاشق هم رب گوجه فرنگی. 1 قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری هم فلفل سیاه، نصف چایخوری هم زردچوبه. حالا اینا رو حسابی با هم مخلوط میکنیم. یه 10 دقیقه اجازه بدیم با شعله کم تفت بخوره، رب‌هامون رنگ‌های خودشون متساعد کنن، عطرشون کاملا خارج بشه. بعد مرغ رو بهش اضافه میکنیم. خب حالا مرغا رو میچینیم داخلش. یک و نیم پیمانه هم بهش آب اضافه میکنیم. زیر شعله رو کم میکنیم، درش رو میذاریم. 1 ساعت دیگه غذای ما آماده است.
بریم با هم دیگه پیاز پرورده درست بکنیم. برای این کار حتما باید پیازتون قرمز باشه یا بنفش، حالا هر چیزشو میذارید. اینا رو خلال نازک تا اونجا که میتونید خلال نازک برش بزنید. حالا اینا رو تکون بدید تا از همدیگه باز بشن قشنگ. پنج تا هم گردو رو ساتوری ریز ریز خورد کنید یا رندش کنید، ولی من دوست دارم ساتوریش کنم که یه مقدار زیر دندونم احساسش کنه. یه قاشق چایخوری بهش نعنا بریزی، نعنای خشک. یه قاشق چایخوری هم بهش کنجد اضافه کنید. نصف چایخوری نمک، یک سوم چایخوری فلفل سیاه، قاشق چایخوری پرم فلفل پول بیبر، ادویه ترکیه‌ای هستش. یه قاشق غذاخوری آب لیمو ترش، 2 قاشق هم رب انار، روغن زیتون، یه قاشق غذاخوری. وقتی مواد و حسابی با هم مخلوط کردید بذارش داخل یخچال 1 ساعت استراحت کنه تا تمام مزه ها و طعم ها به خورد هم برن. بریم 1 ساعت دیگه برگردیم برای سرو این غذا. خب دوست کنم غذای ما تموم شد و یه آشپزی دیگه از غذاهای سنتی ایران استان گیلان داشتیم، مالواویچ گیلانی که خیلی 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 خوشمزه و لذیذی، طعم خیلی خاصی داره. اگه خوشت اومد خوشحال میشم با لایک و کامنت از من حمایت کنی، یه ریاکشن از خودتون نشون بدید. من به دوستات طبق معمول معرفی بکن، مطمئن باش که راضی خواهند بود. دوستتون دارم. تا آموزش بعد، خداحافظ.